مردم به می دعوت میدیم ای مردم ما دشمن علمای مجتهدین نیستیم، ما حامیین امی علما هستیم، بلکه سخنای امی علما را در کف دست خود گرفتیم به شما اعلان میکنیم که بله اگر سخن احمد ابن حنبل، امام مالک، شافعی، ابو حنیفه رحمت الله علیهم مقابل حدیث مخالف حدیث پیغمبر آمد قابل اتباع نیست نظر به گفته خودشان، ولی افسوس به حال شما که نه عمل به قول امامتان کرده که براتان بیان میکنه و نه عمل به قول حدیث پیغمبر کرده که حدیثی صریح براتان میرسه. بازان دمو دلالت و گمراهی خود محکم استادسته، خشک و تری قول یک عالم مکمل سری خود لازم دانسته. تو گویی که شبکه توحیدی ایمان زلال تقدیم میکند. بسم الله الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وحدتی امت نظامی تازه سازم درفشی ساز دینی حق بشر و ده برافرازم امروز که تو پیروی شخصی را که یک روز مدرسه را نخوانده، قرآن یاد نداره آیتش ترجمه شه، حدیث پیغمبر را بوی نکرده، اما در مورد هر کسی که در مورد دین برات میگه روان هستی. اگر برات میگه که قبر طواف بکن تو روان هستی، اگر برات میگه که خاک شفا است تو روان هستی. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. حضار گرامی برادران نهایت محترم، به سلسله موضوع جمعه های قبلی ما که در جمعه قبلی در مورد مصدر دین خود و در مورد منبع دین خود سخن گفته بودیم که کتاب الله و سنت رسول الله هست و راه سعادت و کامیابی ما مربوط به عمل کردن و فهم قرآن و سنت است و زمان ما نجات پیدا میکنیم از اینکه در جالهای گمراهی قرار بگیریم، با فرقه های باطل و نادرست همراه شویم، بجز از اینکه ما چنگ به کتاب الله و سنت رسول الله بزنیم راه دیگر برای نجات و خلاصی ما وجود نداره. از امو خاطر محدثین کرام باب الاعتصام بالکتاب و سنت را در کتب احادیث خود به طور مستقل ذکر میکنه و احادیث مربوطه از او را صحابه کرام بر ما نقل شده او را بر ما ذکر میکنه. در جمعه قبلی چند حدیث در این مورد گفته بودیم، امروز هم ان شاء الله یک دو حدیث در این مورد میگیم، به خاطر که بصیرت و بینایی ما در مورد قدر و قیمت سنت رسول الله پیدا شود
و چه قسم سخنایی که ما میگیم که سنت راه نجات مسلمان هاست از اینکه در گمراهی ها واقع شود، این امری است که ما از سینه خود بیان میکنیم، یعنی که از زبان مبارک صادق المصدوق محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما نقل شده. از همون خاطر ما این دو حدیث ان شاء الله امروز تشریح میکنیم. اگر وقت باقی بود علامات فرقه های باطل هم ان شاء الله انگشتنما میکنیم تا باشه مسلمانان ما نشوه در بعض فرقه های باطل همراه شوه با بعض فرقه ها و همراه از و معاون و کمک کننده شوه که سبب تخریب دین میشه و این یکی از جمله ضیاع یا نقصان و تاوان خیلی قوی و بزرگ برای امت مسلمه است. عزیزان گرامی، اول از حدیث جابر رضی الله عنه که نقل میکنه از پیغمبر صلی الله علیه و سلم، او را نقل میکنیم. جابر رضی الله عنه میفرماید در پیش پیغمبر علیه الصلاة والسلام عمر رضی الله عنه آمده و میفرماید حین اتاه عمر. جابر رضی الله عنه حدیث وقتی بیان میکنه که عمر رضی الله عنه در پیش پیغمبر علیه السلام آمده. فقال گفت عمر رضی الله عنه انا نسمع احادیث من یهود. پیغمبر علیه السلام میگه ای پیغمبر الله، ما از یهود بعضی سخنا را میشنویم، تعجبنا که خوشی ما میآید، بسیار زیبا بر ما معلوم میشه. بعد از او پرسان میکنه افترا ان نکتبه، تو میبینی که ما او را نوشته کنیم بعضی همین سخنانی که خوشی ما میآید؟ فقال پیغمبر علیه الصلاة والسلام در جواب عمر رضی الله عنه میفرماید امتهوکون انتم کما تهوکت الیهود و النصارى. ای شما حیران هستی مثل که حیران بودن یهود و نصارا، شدن یهود و نصارا حیران، شما هم حیران شده. لقد جئتکم، پیغمبر علیه السلام میفرماید ما یقینا براتان آوردیم، بها به این ملت، به این نظام و آیین، بیضاء سفید نقی خالص که هیچ نوع شک شبهه و هیچ چیز خلل انگیز در او وجود نداره. ولو کان موسی حیا علیه السلام، اگر موسی علیه السلام زنده می بود ما وسعه الا اتباعی، گنجایش بر از اون نبود بجز از تابعداری ما. در یک روایت البته این حادثه برای عمر رضی الله عنه دو مرتبه واقع شده. در یک مرتبه دیگه عمر رضی الله عنه چیزی نسخه را آورده و شروع کرده در مجلس پیغمبر علیه السلام به خواندن از او، فجعل یقرأه، شروع کرد که می خواند عمر رضی الله عنه امین نسخه تورات و وجه رسول الله صلی الله علیه و سلم یتغیر، روی مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم تغییر می خورد. فقال ابو بکر رضی الله عنه، ابو بکر رضی الله عنه زمانی که چهره مبارک پیغمبر مشاهده میکنه میفرماید سکلتک امک سکلتک سواکلو، تو مادرت به اولاد شوه، یعنی تو بموری و مادرت تو را گم کنه امو تو رو بشینه. یعنی چرا این گپا را میزنی؟ برش میگه ما ترا ما به وجه رسول الله صلی الله علیه و سلم، تو نمیبینی چه حالت بر روی مبارک پیغمبر علیه الصلاة والسلام است؟ فنظر عمر رضی الله عنه، عمر رضی الله عنه وقتی دید پیغمبر علیه السلام الى وجه رسول الله صلی الله علیه و سلم، بر روی مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، فقال گفت اعوذ بالله من غضب الله و غضب رسوله، پناه میبرم به سوی الله تبارک و تعالی از غضب الله و از غضب رسول الله. و در آخرش پیغمبر علیه الصلاة والسلام در می مجلس برش میگه که پیغمبر علیه السلام میگه اگر شما تابعداری کرده از موسی علیه السلام، لو بدا لکم موسی، اگر ظاهر میشد برای شما موسی علیه السلام، فتبعتموه، و تابعداری موسی علیه السلام شما میکرده، و ترکتمونی، مرا میگذاشته، یعنی تابعداری مرا میگذاشته، لضللتم عن سواء السبیل، از راه حق شما گمراه میشدید. عزیزان گرامی، این دو مورد حدیثی که در مورد عمر رضی الله عنه نقل شده درسای خیلی عظیم و خیلی جالبی برای ما و شما میده. برای ما و شما مسیر مشخص میکنه که ما کدام مسیر بپیماییم، کدام جهت روان شویم،
چی را انتخاب بکنیم برای همراهی خود. این موضوعی است که در این حدیثا به مثل چشم روزوری برای ما و شما نمایان و معلوم میشه. گپ در اینجاست تورات هم کتاب از کتاب الله تبارک و تعالی است، وحی آسمانی است، برای سعادت امو مردم امو زمان روان شده. ولی امی یهود بودن، امی علمایش بودن، علمای سوء، که برای مقاصد شخصی خود در کتاب الله تبارک و تعالی تغییرات و تحریفات آوردن، یا تحریفات لفظی و یا تحریفات معنوی. مطالب کتاب تورات خلاف بیان کردن، آن چیزی که در تورات بود به مردم واضح نکردن، و همچنان و رعایت و لحاظداری مردمای کلا نکردن که هرگاه جنایت و گناه از پیششان صادر میشد نمیخواستن امو جزایی که در کتاب تورات مذکور است برایشان بیان بکنه. اونمو حالاتی بود که یهود در بدر خاک بسر شد و او مردم در گمراهی بزرگ واقع شد. قرآن کریم برای وضاحت این موضوع بسیار تاکید میکنه. سوره بقره درازترین سوره های قرآن کریم، بعد از اینکه مقاصد قرآن و آن کسانی که در مقابل قرآن واقع میشه طایفه ها را در سوره بقره در اول ذکر میکنه، بعد از او کل ملت بشریت دعوت میده الله به سوی بندگی خاص خود. پس از او حالات بنی اسرائیل بر ما بازگو میکنه، از علمایش یادآور میشه تعهدات و پیمانهایی که الله در تورات امرای بنی اسرائیل بسته بود. بنی اسرائیل سر از او عمل نکرده و اولین خشت خلل از طرف علمایش واقع شده که الله مذمت این علما را بیان میکنه. مردم هم الله تبارک و تعالی نمیگذاره، مذمتش بیان میکنه که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. واره رب جور کده بود، مالک جور کده بود، حکم و فیصله از واره به هیچ وجه میده نمیکرد. تابعداری امو مشایخ و علمای خدا میکردن. اگر هر چیزی را مشایخ میگفت حلال میگفت حلال، اگر میگفت حرام میگفت حرام. ادناترین انتقاد اعتراض سری او مردم نمیشد. الله مذمت و بدیش بیان میکنه که مردم چرا زمان میدیدن از ظاهر شریعت علما و مشایخشان پیرایشان خلاف میکنه، لااقل انتقاد بعد میکردن چرا این عمل است. ما امروز نعوذ بالله راههای خدا که گم کردیم، اینمی قسم و هم پرستی سر ما حاکم شده. فکر میکنیم ما به جناب ملا صاحب، به جناب آقا صاحب، به جناب پیر صاحب ولو که هر قسم عمل خراب انجام بده حق اعتراض نداریم. چنانچه کتب امی مردم گمراه مکمل از این واقعات پر است. شما باز میتونی که او کتب مطالعه بکنی که او مردم چی میگه که اعتراض سری پیر یا سری امو عالمشان چی شمرده میشه. حتی بعضیش نوشته میکنه که اعتراضی که سری پیر شه بازو گناهش بخشیده نمیشه، بلکه به تمام عمر ابد الآباد مکمل توبه از این قبول هم نمیشه. این شرع است، این نصوصی است که برای خود یا خود ساختن، از خود قرآن جور میکنه نعوذ بالله. در قرآن غیر از شرک اعظم ترین گناه در گناه هاست. الله تبارک و تعالی او را به توبه میبخشه. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. الله شرک نمیبخشه بدون توبه، اما برای دیگران همه گناهان در مشیت الله قرار داره. شده میتونه بدون توبه بنده خدا به گناه ببخشه، غیر از شرک بدون توبه نمیبخشه. اما این مردم میگه اعتراض یا بیادبی در شان پیر ایام نابخشودنی است. ببینی از صریح آیاتای کتاب الله تبارک و تعالی مخالفت میکنه. چطور فرقه را همراهی کنیم، چطور مردم را راهش بگیریم که همچو تلقینات و همچو گفتارا و همچو احکام بر ما بیان میکنه که تو را مردود میدانه تا عمر و ابد الآباد. اوجا نمیریم. گپ دایی آمد که وقت تورات کتاب الله بود و این طورم نبود که تورات مکمل در او احکام الله موجود نباشه. چرا که پیغمبر علیه السلام زمانی که معزله و موضوع زنای یک زن به پیششان آورد، عبدالله ابن سلام رضی الله عنه موجود بود. پیغمبر علیه السلام گفت کتاب خودتان بیاره، این موضوع در اونجا ذکر است. ابن سوریا کتاب آورد و موضوعی که در اونجا رجم بود انگشت خود سرش مانده بود. عبدالله ابن سلام رضی الله عنه برش میگه ارفع یدک، دستی بالا کو، فاذا آیت الرجم تلوح. ناگهان آیت رجم که در اونجا سنگسار بوده و مکمل ظاهر آشکار میشد. تورات در او وقتم بعضی احکامش بالکل حق بوده اما تمیز نمیشد. از امو خاطر
بعد تا زمانی که پیغمبر موجود بود منع کرده بود که کتب تورات یا انجیل خوانده شوه یا از او بیان شوه، به خاطر که حدیث تقریری نگرده. پیغمبر علیه السلام اگر پیش رویش گپا واضح شوه انکار نکنه و حدیث تقریری میشه. خلط میخورد در بین شریعت صافی پیغمبر صلی الله علیه وسلم و کتابای سابقه و معلوم نمیشد که کدام موضوع در پیش پیغمبر علیه السلام ذکر شده و پیغمبر او را انکار نکرده. اما بعد از وفات پیغمبر بیان کردن از تورات آن چیزی که با روح شریعت محمدی سازگار است او ممنوع قرار داده نشده بلکه اجازت داده شده. اما در زمان موجودیت پیغمبر علیه السلام این حال نبود. از او خاطر عمر رضی الله عنه وقتی سوال میکنه از پیغمبر علیه السلام که بعضی سخنان اهل کتاب بر ما خوشی ما میآید، میشنویم پایشانه، امکان داره او را از کتاب تورات خود که کتاب آسمانی است از او بر ما بیان بکنه. آیا تو میبینی پیغمبر علیه السلام که ما او را نوشته کنیم؟ پیغمبر علیه السلام جواب نعم و لا را نمیده که بله یا نه. پیغمبر علیه السلام علت سخن بیان میکنه که مخاطب این طور بفهمه که بله در صورت موجودیت این شریعت و این طریقه پیغمبر چه نیازی به کتاب دیگر داشته باشیم. پیغمبر علیه السلام میفرمه امتهوکون انتم، ای شما حیران هستی در شریعتتان راه های حل موجود نیست؟ در حیرت باقی مانده که دست به دیگه کتاب ها بندازی؟ کما تهوکت الیهود و النصارى، مثل که یهود و نصارا حیران شدن چرا علمایشان در کتابشان داخل کردن افکار خدا، مسائل خدا، موضوعات خدا. یک انجیل 4 انجیل جور شده بود. تورات هیچ شناخته نمیشد که کدام کتاب است، آیا سخنای علماست یا وحی آسمانی است. او طور مردم ضرورت و نیاز داره که حیران باقی مانده که یک طرف دست برته برای راهیابی خود، برای نصیحتگیری و پندگیری خود. ولی شما چرا؟ سر شما خیلی طور حالت نامده. پیغمبر علیه السلام بعد از میگه لقد جئتکم بها، ما آوردیم نظام و ملت که شما از او پیروی میکنه و روان میشه او بیضا است، مکمل صاف است، روشن است، در او تاریکی وجود نداره، غموز وجود نداره، پیچیدگی وجود نداره. دین سهل، آسان، بسیط و ساده بیان شده، نقیه، هیچ نوع شک و شبهه و خلل در او ملت موجود نیست. چطور شما چنگ به دیگه طرف میپرتی؟ پیغمبر علیه السلام چی میگه؟ ولو کان موسی حیا، اگر موسی علیه السلام زنده می بود، ما وسعه، برش گنجایش نبود الا اتباعی، بجز از تابعداری ما. چه سخن جالبی است. همه معضلاتی که در پیش روی ما پیش میشه مکمل حل میسازشه. امروز که ما آرای مردم خدا، ملای خدا، پیر و آقای خدا، از میا و ملک خدا گرفتیم، این حدیث مکمل خط بطلان سرش کش میکنه. ولو که او رأی امام مجتهد نباشه، ولو که او رأی عالم محدث نباشه، چطور شده میتونه که در موجودیت تعلیمات پیغمبر، در موجودیت احادیث صحیح پیغمبر ما آرای مردم پیروی بکنیم، از او تقلید بکنیم ولو که خلاف سنت رسول الله باشه؟ در صورتی که موسی علیه السلام پیغمبر اولوالعزم است، در بین انبیاء علیهم السلام مرتبه خاص داره و او شریعتش آنقدر وسیع بود که پرسان نکو، اما در صورت موجودیتش برش جایز نیست که خلاف راه پیغمبر حرکت بکنه. باید تابعداری محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم بکنه. امروز ما مردم به می دعوت میدیم، ای مردم ما دشمن علمای مجتهدین نیستیم، ما حامیین امی علما هستیم، بلکه سخنای امی علما را در کف دست خود گرفتیم به شما اعلان میکنیم که بله اگر سخن احمد ابن حنبل، امام مالک، شافعی، ابو حنیفه رحمت الله علیهم مقابل حدیث، مخالف حدیث پیغمبر آمد، قابل اتباع نیست نظر به گفته خودشان. ولی افسوس به حال شما
که نه عمل به قول امامتان کرده که براتان بیان میکنه و نه عمل به قول حدیث پیغمبر کرده که حدیث صریح براتان میرسه، بازم دموغ دلالت و گمراهی خود محکم استاد است. خشک و تری قول یک عالمه مکمل سری خود لازم دانسته. تو گویی که وحی آسمانی سری او عالم آمده و او عالم هیچ خطا نداره، مکمل معصوم است، هیچ نوع گپی خطا نمیگه. ما امید دعوت به شما میدیم، نمیگیم فقها بد کرده، نعوذ بالله. فقها زحمت کشیده، مسائل بر ما در روشنی قرآن و حدیث کشیده، ولی نیست که یا معصوم باشه سخنش خطا نباشه، بالکل وجود داره. اگر کسی انکار میکنه که نه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یک سخنش خلاف نیست، امام شافعی رحمت الله علیه یک سخنش خلاف نیست، امام مالک یک سخنش خلاف نیست، احمد ابن حنبل رحمت الله علیهم کلش یک سخنش خلاف نیست، حق یکی می باشه. اگر تو شافعی میگی که قول امام شافعی رحمت الله علیه حق است، بالکل خطا نداره، و تو حنفی میگی قول امام ابو حنیفه حق خو یکی است، دو خو شده نمیتونه، از کدامتان قابل قبول است؟ امی عقل سلیم خو یک دفعه بجنگانیم، از امی وجدان درست خود خو یک دفعه فتوا طلب بکنیم که ما چی بکنیم. مردم ما را بدنام نکنه، ما علما را تعظیم داریم، هر عالمه که ولی رأیش موافق حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم باشه. چرا؟ موسی علیه السلام برش جایز نیست که خلاف بره. آیا مرتبه امامای ما در مرتبه موسی علیه السلام رسیده میتونه؟ قطعا نمیتونه رسیده. پیغمبر چی جوابی به عمر رضی الله عنه ارائه میکنه؟ و این جواب دندان شکن تا روز قیامت به هر کسی است که سنت رسول الله را ترک میکنه و قول یک عالم و پیر و مرشد خدا ما کم میگیره و میگه که من اینمی را عمل میکنم. در این صورت نظر به فتوای مفتی اعظم، نظر به فتوای معصوم، نظر به فتوای سردار انبیا محمد رسول الله گمراه است. چرا؟ پیغمبر در دیگه حدیث چی گفت؟ لو بدا لکم موسی، اگر ظاهر میشد برای شما موسی علیه السلام، فتبعتموه، شما تابعداری موسی علیه السلام میکرده و ترکتمونی، مرا میگذاشته، در راه من نمی آمده، لضللتم. فتوای کیست؟ محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. شما گمراه میشده. اگر پیروی موسی علیه السلام میکردی گمراه میشده. امروز که تو پیروی شخصی را که یک روز مدرسه را نخوانده، قرآن یاد نداره، آیاتش ترجمه شه، حدیث پیغمبر بوی نکرده، و امروز در مسند فتوا در سر قبرها برای شما تقریرها میکنه و شما را دعوت میده که در ترجمه قرآن حاضر نشوی که گمراه میشی. چه قسم پیروی تو شخص بکنی؟ کدام مسلمان است که بگویه ما در دورایی قرار داریم؟ در دورایی قرار نداره. پیغمبر برات فتوا داده. ملتی که راه پیغمبر را ترک میکنه، راه دیگری را انتخاب میکنه، او را پیغمبر گفته لضللتم، شما گمراه شده. آیا الله تبارک و تعالی برای رهبریت امت پیغمبر را روان نکرد؟ راه ازورا، اطاعت ازورا سر ما لازم و واجب نگردانیده؟ کدام طرف روان هستیم؟ ما چرا بگوییم که حالی ما نمیفهمیم کجا بریم؟ تو یک دفعه طول کن. یک دکتر متخصصه به هزاران سوال پیدا کردی تا که مرضی تا پیش از او بردی و علاجش کردی. او را به الله معلوم که او متخصص مرضی تا تشخیص میتونه یا نمیتونه، به خاطر که تندرستی جسمت حاصل شوه. آیا به مرض علمت، به مرض دینت، به مرض آخرتت گاه پشت تخصص نگشتی؟ گاه نرفتی که کتاب الله را کی میدانه؟ پالوی از او باید زانو بزنم. حدیث پیغمبر را کی میدانه؟ باید پالوی از او من زانو بزنم. حکایات دروغینه، خیالات دروغینه، خوابهای واهی و خود ساخته را گوش کرده رایستی و میگی کمال در اینجا است، راهیابی در اینجا است. ای مسلمان، یک روز خامخواه رفته نیستی و الله در این مورد از پیشت سوال میکنه که کتاب ما برای چی بود؟ حدیث پیغمبر ما برای چی بود؟ تو کجا بودی؟ کدام طرف روان بودی؟ امروز چرا ما در دوراهی ها قرار گرفتیم؟ میگیم ما راه را گم کردیم. یک ملا یک چیز میگه، دیگه ملا دیگه چیز میگه. جناب ملا را طول کو، اول ملا بودنش ثابت کو. شهادت نامه دار از ملا بودن یا نه؟ یا محض تو
دکتری که فقط چپنی سفید پوشیده و بیچاره یک پیچکاری کده نمیتونه، پیش از او مراجعه میکنی؟ اول خود تو طول کو، معلومات بکو در کجا درس خوانده، چقدر درس خوانده. بعد از او اگر ملا هم است، اگر دکتر هم است، از او که در عالم بر دکتر نیست. اگر تو را مرض اپندکس باشی و برات بگوید که خیر است دوا بخو عملیات نکو، گاهی قبول نمیکنی. چرا؟ با چشم سر میبینی که نه میکفی، قبول نمیکنی گپیشه ولو که او دکتری خیلی لایق و مشهور است. چرا که خلاف آن چیزی که مشاهده میکنی و عقلت حکم میکنه، خلاف از او برات نسخه داده و فرمایش میده. اما در مورد هر کسی که در مورد دین برات میگه روان استی. اگر برات میگه که قبر طواف بکو، تو روان استی. اگر برات میگه که خاک شفا است، تو روان استی. این عقل سلیم الله برای تو برای چی داده بود؟ چرا این استعمال نمی کردی؟ اگر این طور بود باید قبر پیغمبر علیه السلام تا امروزه 1,000,000 مرتبه خاکش انداخته میشد و بعد از او کلش تقسیم میشد سری کل ملت ها. چقدر دوای آسان بود. از وجود پیغمبر که اشرفترین وجود دیگه در انسان ها نیست. است. باز خود شفاخانه ها ضرورت نبود. باز خود دکترها طب خواندن اینقدر محنت کشیدن ضرورت نبود. قبر پیغمبر و صحابه را فقط خاک از هر طرف می آورد، قطع بلدوزرها اونجا مینداخت و پس به مردم توزیع میشد، کلگی شفا میافت. الله کاش که اینقدر عقل برات میداد. چرا تو فکر نمی کنی ما رب خدا پرستش میکنیم و یا بر ما میگه زمانی که ذکر میکنی چری مرد نظر بگی؟ عجیب گپ است. تعجب نیست این عقل کدام طرف است؟ مالک ابن انس رضی الله عنه در حدیث دیگه میفرماید، این حدیث هم میخوانم، فیصله قطعی است. او میفرماید از بلاغات امام مالک رحمت الله علیه است. او چطور میفرماید؟ پیغمبر علیه السلام فرمود ترکتم فیکم امرین. پیغمبر علیه السلام میفرماید ما گذاشتم در بینتان دو چیزه، لن تضلوا ما تمسکتم بهما، هرگز گمراه نمیشه تا مادامی که تمسک و چنگ به این دو زده باشه، کتاب الله و سنتی. یکی کتاب الله و دیگه طریقه و روش ما. احکام کتاب الله بیان میکنه، عقاید کتاب الله بیان میکنه، تطبیق عملیش محمد رسول الله بر ما نشان میده. پیغمبر میگه، این حدیث پیغمبر است. در یک حدیث دیگه ترکتم فیکم شیئین آمده، در او روایت ای اضافگی آمده در آخرش ولی یتفرقا. این دو قرآن و حدیث با هم جدا نمیشه حتی یردا علی الحوزه، تا ای که در سر حوز پیش ما بیاین این حدیث و قرآن با هم جدا نمیشه. اگر کسی تنها قرآن قبول کنه حدیث قبول نکنه او هم زندیق است، او هم راه حق پیدا کرده نمیتونه. اگر کسی تنها حدیث قبول کنه قرآن قبول نکنه او هم زندیق است. این دو با هم متلازمین است، یکی شرح دیگه است. از امو خاطر فهم قرآن توسط فهم حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم میشه. از اینکه در فتوای صریح دیگه کجاست؟ تمسک چی را میگه؟ چنگ زدن، چنگ بزنیم. قرآن هم ما را میگه واعتصموا بحبل الله جمیعا و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. کسی که به کتاب الله چنگ میزنه، ما را دعوت داد الله تبارک و تعالی به اعتصام به کتاب الله. و اینجا پیغمبر علیه السلام دو چیز بر ما میگه چنگ بزنی. چه رقم چنگ بزنیم؟ کتابی که نوشته شده ایره در بغل بگیریم، امیر چنگ زدن میگه. ما خو امی قدرم نکردیم، اگر چی چنگ زدن هم نیست. نه قرآن در بغل گرفتیم و نه حدیث پیغمبره. در بغل ما افتایکل گرفتیم، در بغل دلائل الخیرات گرفتیم، در بغل درخانه شیرینی را گرفتیم، در بغل نجمای شیرازی را گرفتیم، در بغل حافظ شیرازی را گرفتیم، در بغل حزب البحر و قصیده برده و یاسین مغربی را گرفتیم.
برای خانه های مسلمان ها از این کتاب ها پر است. سیرت رسول الله در خانه مسلمان ها موجود نیست، تفسیر موجود نیست، فتاوای دین موجود نیست، حدیث موجود نیست. ادناترین کتاب حدیث که در مورد احکام معلومات پیدا بکنیم ما در خانه نداریم. ما نمو مسلمان هستیم که اعتصام به کتاب الله و سنت رسول الله زدیم. ما همینطورم نکردیم که همین کتاب قط ما باشه. مطالعه از او، تعلیمی از او، عمل به از او را خو بگذار. او خو خیلی در مسافه دور و بعید قرار داره که ما برش رسیدگی نتانستیم. امروز اگر یک تعداد برادرانی که الله در عمرشان برکت پرته مردم به این طرف دعوت میده، ای دشمنای اسلام، ای مردمایی که سالا مردم گول زدن، مال و ملکتشان خوردن و بر از قرآن حدیث پیغمبر حرف نگفتند، امروز همچو مردم ها را تاپا میزنه، همچو مردم ها را اتهام میکنن، گپایی را برش منصوب میکنه که هیچ حقیقت نداره. چرا؟ الله خو بر ما عقل داده، باید بدانیم، تمسک بکنیم به کتاب الله و سنت رسول الله. پیغمبر علیه السلام بر ما گفته، چرا تمسک نمیکنیم؟ چرا چنگ نمیزنیم به کتاب الله و به سنت رسول الله؟ ما آگاهی نداریم، ما معلومات نداریم، حتی از این معلومات نداریم که ما دین خود از کجا بشناسیم. بار بار این موضوع را ما تکرار کردم، باز تکرار میکنم. ای مردم مسلمان، ملایتان با کم بگیره، یک روز برش بگو که کتاب حدیث داری یا نه. در مورد صف بندی که در نماز پیغمبر صف چه قسم جور کرده، اما حدیث موجود است در کتاب یا نه؟ پیغمبر در این مورد هدایت داده یا نه؟ برش بگو پایین کنه. ما بار بار گفتیم شما باور به الله بکنه، اگر حدیث پیغمبر در پیش مردم خوانده شد، آن چیزی که در مورد نماز است، بعد از وزن نماز خودت برات معلوم میشه که تعالی را نماز به طریقه پیغمبر میخوندی یا خلاف طریقه پیغمبر میخوندی. بعد از برات واضح میشه. بعد از باز ارمان بکو که یا لیتنی نتبعت مع الرسول سبیلا، ای الله کاش که امرای پیغمبر را انتخاب میکردم. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، فلانی را دوستی خود نمیگرفتم. لقد اضلنی عن الذکر، او مرا خطا داد، گمراه کرد از قرآن، او مرا خطا کرد. بعد از جاءنی، پس از اینکه او ذکر برام آمده بود، قرآن آمده بود، مرا نمیگذاشت که ترجمه قرآن بکنم، مرا میگفت در اونجا در ترجمه قرآن نرو که گمراه میشی. قرآن کتاب گمراهی نعوذ بالله و نموت میکرد برای ما. این عقل تو کجا بود؟ اتخذوا احبارهم و رهبانهم، امیره میگه، این امیره میگه. یکی از جمله معنای لا اله الا الله است. لا اله نیست کسی که سخنش بیچون و چراغ قابل قبول باشه، نیست امر مطلقش لازم. الا الله بجز از کی؟ بجز از کی؟ از محمد رسول الله هم بیچون و چرا سخنش قبول نمیشه تا که الله نگفت و اطیعوا الرسول. الله نگفت. 40 سال پیغمبر در بین مجمع موجود بود، سخنش دلیل بود؟ کلا قطعا نه، تا که الله فرمان داد. حالی که جناب برد میگه بیچون و چرا، فقط امی قدر میگه فلان جای نرو، او برد میگه فلان کار بکو، باز تو چرا بیچون و چرا ایره میپذیری؟ معبود چی را میگه؟ ایره خو معبود بری خود مقرر کردی. عدی ابن حاتم رضی الله عنه پیش پیغمبر علیه السلام میفرماید یا رسول الله، قرآن ما را میگه که ما مشایخ پیرا و علمای خدا رب جور کرده بودیم، ما خو او را رب جور نکرده بودیم، نه نماز برش میخواندیم، نه کدام عبادتشان میکردیم. پیغمبر علیه السلام برش گفت که آیا شما چیزی را که او میگفت حلال است امور حلال میدانستی یا نه؟ گفت بله. چیزی که حرام است بدون از اینکه دلیل ارائه بکنه بس برات میگفتی کار حلال و این کار حرام. امروز در طرف ترجمه روان هستی، جناب پیر صاحب، جناب میا صاحب، آقا صاحب، ملا صاحب برات میگه نرو در ترجمه، بس فلان کس نام سرش میمانه، فلان کس وهابیست، فلان کس یک نام دیگر سرش میمانه. چقدر خوب اینطور است. چی چیزیش اینطور است؟ تو خو یک دفعه معلومات بکو، برو مرکز مطالعه بکو. مردم ها استدلال میکنه خیرت از کجا رفته بودی؟ دمو حلقات ساز و سرود نشسته هستن، وقتی که سوال میکنی چرا رفته بودی؟ والا حالاتش ما نمعلوم کردم. خمی حالاتی ما را معلوم کنی.
اونجا رفته میتونی برای حال معلوم کردن. در درس قرآن برای حال معلوم کردن رفته نمیتونی یک روز، یک ساعت که اونجا بشینی که براتون واضح شود که دین چیست. از او خاطر عزیزان گرامی، ما گاهی هم عذر نداریم، گاهی ای بر ما توجیه نمیشه که ما بگویم والا ما عامی بودیم نمیفهمیدیم، بس دینی که بابا و اجداد ما بر ما گذاشته امور روان میشیم. این سخن اهل شرک است، این سخن مشرکین مکه است که برای پیغمبر ارائه میکنه و میگه ما فقط دین آبا و اجداد خدا ماندنی نیستیم. و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله، وقتی که برشان گفته میشه بیایید فیصله به او چیزی بکنیم که الله نازل کرده، امروز دعوای ما هم میسته. بیایید آرای مردم برای خود شریعت جور نکنیم، به کتاب الله رجوع بکنیم، به حدیث پیغمبر رجوع بکنیم. آن چیزی که کتاب الله و سنت رسول الله میگه، نه گپی تو و نه گپی ما، گپی الله و رسولش. کل ما پشتش برویم. چطور اتفاق نمیه؟ چرا مذاهب متنوع شوه؟ چرا گروه ها زیاد شوه؟ اگر ای هر دو منبع را در اینجا گذاشتیم، خیا ملامت تو میشی یا ما. حق یکی است و یک را بر ما بیان میکنه. چطور میشه که فرقه واریت پیدا شوه و مردم گوناگون شوه؟ قطعا شده نمیتونه. خب بله عزیزم، ما در ای خدا تکلیف نمیدیم، محنت نمی کنیم، ولا خیر است گم که باز بفهمیم بیخی ملامت میشیم. جهل علیده گناست، مسئله دینه که خلاف میکنی علیده گناست و نفهمیدن علیده گناست. تو باید خدا بدانانی، در مورد دین تلاش بکنی، معلومات باید بری خود حاصل بکنی. تو اینطور نیست که تو بگوی نه من روان هستم چیزی که پدر و اجدادم کرده، این دلیل برات شده نمیتونه، عذر موجه برایت نیست. الله تبارک و تعالی کتاب خدا برای امیر روان کرده، هو الذی بعث فی الامیین رسولا. الله همون ذاتی است که در بین مردمی که ناخوانده نانویسنده است روان کرده پیغمبری خدا. یعنی پیغمبر روان کرده در بین همین مردم، اونجا کسی دیگه نبود. همین صحابه بود که قرآن فرا میگرفت، عمل سرش میکرد. موتو هم کتاب موتوست، هنوز در اون وقت قرآن کم موجود بود، نسخه های قرآن هیچ وجود نداشت. آیات ها و سورت های قرآن در سنگا نوشته بود، در پوستا نوشته بود، در پوست های خرما نوشته بود. آلی در هر خانه ده نسخه قرآن کریم وجود داره. خب لیکن لفظش تو یاد نداری. قاری صاحبای کور میاری در خانه خود ختم قرآن سرش کرده رایستی، باز میگی والا من قرآن خیلی خوش دارم. دروغ نگو. اگر تو قرآن خوش می داشتی خودت، زنت، اولادت کلگی را در قرآن میشاندی، در معنایش میشاندی. تو قرآن خوش نداری، فرانسوی و آلمانی را یاد گرفتی، انگلیسی را یاد گرفتی، تمام چل بازی دنیا را یاد گرفتی، قرآن کتاب الله را یاد نمیگیری. چرا یاد نمیگیری؟ نگو. ای گپ هم نزن که باز دروغگوی میشی، باز منافق میشی. آن چیزی که در دلت است او را نمیگی، ظاهر نمیکنی، به زبان میگی قرآن دوست دارم، اما در قلبت ادناترین احترام برای قرآن وجود نداره. چرا؟ اولادی تا برای فرا گرفتن کورس انگلیسی صبح وقت دختری جوانی تا روان کردی در کورسی که اختلاط مرد و زن است، اما برای فراگیری قرآن حتی لاسپیکر کی صدایش در خانهت می آمد کلکی نبسته کردی. تو مسلمان خدا میگی؟ تو در روز قیامت ادعا داری که من به یک کتاب یقین داشتم، من کتاب تصدیق میکردم؟ کلا قطعا نه. باز امی قسم است که میگه ما به کتاب الله محبت داریم، ما یک بلست از شریعت دور نمیشیم. خیر در مرکزت چرا درس قرآن نیست؟ از پیشش سوال بکنه جناب عالی چند سال میشه در اینجا به مردم ارشاد میکنی، به مردم مسائل دین بیان میکنی؟ براتون میگه 20 سال، 10 سال، 40 سال، خب شهرتی به سزای پیدا کرده 60 سال. قسم برش بده بگو یک روز در این مرکز قرآن ترجمه شده، یک روز در این مرکز حدیث پیغمبر کتابش باز شده، از او حدیث بیان شده. پیغمبر خود گفت که شما گمراه نمیشید تا که کتاب الله و سنت رسول الله را چنگ بزنی. خیر تو از کجا بیان میکنی؟ تو از کجا بیان میکنی؟ از او خاطر در علاماتش بر ما میآید که میگن علم لدونی داریم. خدا برابر خضر علیه السلام میسازه که الله برش در بعض موارد امور تکوینی الله علم برش داده بود. این مردم میگه ما هم علم لدونی دارم. صحابه کرام
طایفه میشد. قرآن میگه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. قرآن میگه دستور میده کلتان به جهاد نروی. یک طایفه به جهاد بره، دیگرا در مجلس پرنوری پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضور پیدا کنه، به خاطری که تفقه و فهم دین براتان حاصل شود. ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. وقتی که او مجاهدین پس آمد سخنان پیغمبر به او مجاهدین بگویه. صحابه میتور بودن، در مجلس پیغمبر که سخن گفته میشد در خانه او سخن اونجا تکرار میشد به زن و به اولاد خود، مکمل تکرار میشد. خب اینجا علم است، اینجاست که پیغمبر صحابه را علم لدونی نشان نمیده، علم لدونی نداره. یک صحابی را پیدا کنی که دعوای علم لدونی کرده باشه، شما بگوی پیغمبر علم لدونی را دعوا کرده باشه. امروز در هر محله و قریه مدعیین علم لدونی وجود داره. برای امتحان وقتی که ادعای علم لدونی را میکنه برش بگو فلانی آیت قرآن ترجمه کو و تشریح کو، بگو. امی مردم هست دمی روزان مشاهده میکنه، در پرده های تلویزیون هم مشاهده میشه کسی که خود منصوب به آقا و به پیر و جانشین پیغمبر معرفی میکنه، وقتی که از پیشش سوال میشه دعای قنوت بخوان بیچاره گنگ میشه، خوانده نمیتونه. وقتی برش میگه اتحیات در کجاست؟ گفت در قرآن کریم است. تعالی را یاد نداره که تحیات دعایی است که پیغمبر به صحابه نشان داده. این مردم آره، امی مردم پیش امی طور مردم بدبخت و جادوگر و ساحر زانو میزنن. خبر داره که تا 40 روزه اگر تصدیقش نکنه الله نمازش قبول نمیکنه، اگر تصدیقش بکنه کافر شد با آن چیزی که سر پیغمبر نازل شده که قرآن است. ولی می مردم است. خدا مسلمان میگه جنازه شمولا میخونه، خدا مسلمان میگه امی مردم است، ادعا میکنه من سید هستم اما تشهد نمیفهمه. وقتی از پیشش توحید سوال میشه حیران میمانه توحید چیست؟ امر ضروری اول یک مسلمان که الله ما را به او خاطر پیدا کرده امیر نمیدانه. چرا را سر ما گم میشه؟ سوال بکنی 60 سال اینجا تو مردم ارشاد میکنی، کدام ذکر برش تعلیم دادی؟ از امو سوال بکنی کارتکار چاپ کرده بره که دو ذکر چیست؟ قل هو الله احد میخونه باز به حق جبرئیل و به حق میکائیل هم قطش قطی میکنه. الله تبارک و تعالی کافی نیست برای حل مشکل؟ تا که کمک جبرئیل و میکائیل و اسرافیل علیهم السلام سرش نشوه، امرایشان نشوه؟ بگوی شما الله کافی نیست؟ الیس الله بکاف عبده؟ آیا الله کافی نیست برای بنده خود؟ قرآن برای ما چی میگه؟ باز ما نشناسیم که کدام گروه حق است کدام باطل؟ باز هم دو بیلگی بمانیم؟ در یک روز مرید در اون مرتبه میرسه که دیگه معاف از عبادات هم میشه. الله اکبر. نماز شما قرآن ترجمه کرده نماز خوف نازل شده. نماز خوف هم میشناسه؟ زمانی که با دشمن در حالت جنگ هستی شمشیر بازی میشه دمو حالت هم نماز از پیشت ساقط که تو مبارزه میکنی. و امروز قرار ده خانه بیا 4 روز تیر کو چادر در سر پرتو علم لدونی برات حاصل میشه. ما از تصفیه قلب خدا به ریاضت حاصل کردیم، ضرورت به قرآن و حدیث نداریم. کسی که ضرورت به قرآن و حدیث نداشته باشه مسلمان است یا کافر؟ افسوس است. امروز چرا ما میگیم که ما نمیدانیم کدام راه را تعقیب بکنیم کدام راه؟ گمان میکنم که علامات کلش بیان کردن از این فرقه ها روز سر ما ناوقت میکنه، هر روز نماز ما پسان میشه. انشاءالله این سلسله درس ها را ادامه میدیم. الحمدلله در مورد ولایت و کرامت گپ میزنیم که اکثر مردم یا از این طریق گول میزنه و مردم نعوذ بالله خطا میکنه. ولی را تعریفش بشناسیم، کرامت چیست، ولایت چیست، کی حاصل میشه، برای کی حاصل میشه، چه قسم حاصل میشه. انشاءالله همینطور جمعه ها را پیش میبریم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اساسی فرقه سازی ها زیبن برکن عزیزی من
مسلمانی به فکر دین، بیا یک دم به هم سازیم. اساسی فرقه سازی ها زیبن برکن عزیزی من، مسلمانی به فکر دین، بیا یک دم به هم سازیم. بیا که از وحدتی